به جرئت میگم یکی از خوشمزه ترین شیرینی‌هاییه که من تا حالا پختم. سلام عزیزای دلم، حالتون چطوره؟ امروز اومدم با یه شیرینی معروف گیلان که قراره با هم دیگه درستش کنیم. شیرینی آگردک ماسوله یکی از شیرینی‌های پرطرفدار برای عید نوروز تو خطه گیلانه. همونطور که بهتون قول داده بودم قراره چند مدل شیرینی گیلانی رو داشته باشیم قبل از عید. یکی از اون شیرینی‌ها شیرینی آگردکه. آگردک همون شیرینی برنجی گیلانه که با آرد برنج درست میشه، چون آردی که در دسترس گیلانی‌ها از زمان‌های قدیم بود همه آرد برنج بود. برنج آسیاب می‌کردن و با آردی که به عمل می‌اومد نون و شیرینی و حلوا می‌پختن. شیرینی آگردک با چند قلم مواد ساده و در دسترس آماده میشه، ولی فوق‌العاده خوشمزه است و تو دهن آب میشه. ادویه‌ای هم که بهش میزنن معمولا ادویه غالبش زنجبیله که شما میتونید به دلخواه خودتون از ادویه از پودر هل یا پودر زنجبیل یا ترکیبی از هر دو استفاده کنید برای این شیرینی. بریم که با هم دیگه درستش کنیم. وارد اندازه‌گیری ما برای مواد اولیه این شیرینی یه دونه لیوانه. حالا هر پیمانه‌ای که میخواین استفاده کنید تمام موادتون رو با همون اندازه بگیرید. من از این لیوان استفاده کردم و تمام موادی رو که توی دستور پخت این شیرینی داریم نسبتشون مساویه. یعنی یک پیمانه روغن جامد، یک پیمانه آرد قندی، یک پیمانه آرد برنج و یک پیمانه پودر شکر یا پودر قند، حالا هر کدوم که در دسترستون بود. و اما نصف پیمانه آرد قنادی کنار میذاریم برای بعد از چرخ کردن خمیر که اگر نیاز بود بهش اضافه کنیم. و یه چیزی هم بگم راجع به این که میخواین پیمانه بزنید. آرد رو یا پودر قند رو میخواین پیمونه بزنید، لیوان رو توی سطل آرد یا حالا سطل شکر فرو نبرید. این اشتباهه. باید قاشق قاشق داخل پیمانتون از آرد یا شکر بریزید تا پر بشه. این میشه یک واحد اندازه‌گیری درست. وقتی تنهایی میخوای فیلم بگیری، یعنی هم فیلم بردار باشی هم آشپز باشی، خب این مشکل پیش میاد. من اومدم روغن جامد رو با پودر قندی رو که الک کردم و بهش اضافه کردم و یک قاشق چایخوری سرپر پودر زنجبیلم الک کردم بهش اضافه کردم و دوربینم نگرفت. حالا ببینید این مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم تا یه مقداری سبک بشه بافت روغن و پودر قند. که یه مقداری با هم دیگه خوب ترکیب شدن و یکم بافتش سبک شد کافیه، خیلی هم نیاز به هم زدن نداره. حالا میایم آرد قنادی رو الک میکنیم. یک پیمونه آرد برنجمون هم الک میکنیم. و اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنیم کم کم. حالا من دستکش میندازم و با دست این کار رو انجام میدم. برای مخلوط کردن و ورز دادن خمیر شیرینی هایی که داخلش روغن داره از کف دستتون استفاده نکنید، چون گرمای کف دست زیاده و شیرینی به روغن میفته، خمیر به روغن میفته و این اصلا برای بافت شیرینیمون خوب نیست. برای همین ما از نوک انگشتامون کمک میگیریم تا خمیرمون جمع بشه. مقداری این خمیر رو ما مخلوط میکنیم با دستمون و باید حتما برای اینکه بافت شیرینیمون بهتر بشه و کلا کارمون هم راحت تر بشه ما اینو از چرخ گوشت رد کنیم. این کار اگر انجام بدیم خیلی بهتره. خب ببینید خمیر من جمع شد. شروع میکنم خمیر رو چرخ کردن.
از چرخ شدن شیرینی دیدم که خمیر هنوز اون انسجامی رو که باید داشته باشه رو نداره. حالا اون نصف لیوان آرد قنادی که کنار گذاشته بودیم اینجا لازم میشه که بهش اضافه کنیم. حالا اون مقدار آرد رو به یک باره بهش اضافه نمی کنیم، کم کم قاشق قاشق بهش اضافه می کنیم و خمیر رو با یه قاشق مخلوط می کنیم تا ببینیم چه مقداری نیاز داره. در پایان بهتون نشون میدم که بافت خمیر باید به چه شکلی باشه. وقتی که تونستیم خمیر رو داخل دستمون به این شکل گله کنیم یعنی دیگه آماده است و این خمیر برای رفتن به فر مناسب بافتش. شیرینی آگردک به همین روش سنتی هم باید طراحی بشه، یعنی با دست باید فرمش بدیم، یه مقدار پهنش کنیم، خیلی ضخامتش کم نباشه زیادم نباشه، مثل همین تصویر که دارید. و بعد از اون با هر چیزی که دوست دارید، حالا با ماسوره، با کاتر، با درب بطری، هر چیزی، با چنگال میتونید طرح ایجاد کنید روش و یه مقداری زعفران غلیظم بهش بزنید، یه رنگ و رخ خوشگل بگیره، آماده بشه برای رفتن به فر. دمای فر هم روی داخل توستر یعنی فرهای برقی 150 درجه، داخل فر گازی 160 تا 170 درجه مناسبه براش. المنت پایین رو فقط روشن میکنین و یه مقداری که فر گرم شد شیرینی رو انتقال میدیم داخل فر. به مدت زمان تقریبا 15 تا 20 دقیقه بهش زمان میدیم تا بپزه. اگر هم فر نداری روی گاز بپزید به همون روشی که من توی ویدیو شیرینی مربایی پختم و براتون اونجا به اشتراک گذاشتم. یه نکته بگم راجع به زمانی که داخل دستور پختا میدن برای مثلا پخت شیرینی، میگن 15 تا 20 دقیقه. خب ولی شما خودتون همیشه حواستون باشه، چون دما و حرارت فرها با هم دیگه فرق میکنه، ممکنه این زمان یه مقداری کمتر یا بیشتر نیاز باشه برای پخت شیرینی. ببینید عطر شیرینی که وقتی بلند میشه یکی از نشونه های اینه که شیرینی شما داره پختش کامل میشه. و یکی دیگه این که ببینید دور شیرینیاتون شروع میکنه به یه مقدار رنگ گرفتن. خیلی هم نباید بیش از حد شیرینی پخته بشه. چرا؟ چون شیرینی بافتش خشک میشه. پس وقتی که دور شیرینیتون از کف دیدید یه مقدار رنگش روشن شد، اینم یکی از نشونه های پخت شیرینیتونه. حالا شیرینی رو وقتی که از داخل فر در میاریم داغه و نرمه، نباید اینو مثلا من از داخل قالب جدا کنم، از داخل سینی جدا کنم، این شیرینی خورد میشه. بعد اجازه بدیم خنک بشه و بعد اینو انتقال بدیم به ظرف سرومون. به جرئت میگم یکی از خوشمزه ترین شیرینی‌هاییه که من تا حالا پختم. این دستور پخت اولین باریه که من اجرا کردم، از یکی از آشناهامون این دستور گرفته بودم. اون مقدار آردی هم که بعداً بهش اضافه کردم به خاطر همین بود، چون نسبت به دستوری که ایشون به من داده بودن من دیدم این خمیر شل شده و اون نصف پیمونه آرد رو که بهش اضافه کردم این خمیر این شیرینی رو ساخت که من داخل کپشن اون میزان مواد درست رو براتون مینویسم. و این شیرینی خیلی یعنی پوکه که تو دهن آب میشه. الان تستش میکنم براتون. از اون شیرینی هاست که کنار یه استکانی چای حسابی میچسبه. وقتی که اول این شیرینی رو دندون میزنین ترده، اونجوری نیستش که مثل شیرینی نخودچی چطور بگم سری تو دهن پودر میشه، اون شکلی نیست، ترده بعد آب میشه تو دهن، یعنی فوق العاده است. طعمش عالی، بافتش عالی، یه شیرینی فوق العاده برای کنار چای یا قهوه. بهتون پیشنهاد میکنم این شیرینی رو حتما درست کنید، مطمئنم مثل من عاشقش میشید. خودم اولین باری بود که این شیرینی رو درست کردم و یعنی فکر کنم دیگه پای ثابت شیرینی های من این باشه، شیرینی آگردک ماسوله‌ای
که شیرینی برنجی گیلان محسوب میشه. با شیرینی کرمانشاهی یا فرق میکنه که فکر کنم شیرینی کرمانشاهی خیلی بافتش نرمه، یعنی حالتی که دستم بزنی فکر کنم سعی خورد میشه، ولی این نه، این خورد نمیشه ولی داخل دهن یعنی فوری آب میشه. خیلی خیلی اصلا یه طعم خیلی خوبی داره. باید امتحان کنید دیگه، باید بپزید و امتحانش کنید. اگر از تماشای ویدیوهای من لذت میبرید لطفا لایک کنید، اون علامت زنگوله رو هم بزنید که همیشه ویدیوهای من تو ساعت اولیه بهتون پیشنهاد بشه و برای دوستاتون هم بفرستید تا عضوای کانالمون زیاد بشه و منم دوستا و همراهای بیشتری کنار خودم داشته باشم و انگیزه بگیرم برای تولید محتوای بیشتر. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی به خدا میسپارمتون.